سال 2018 در خاطر رحمت الله خواجه مرادوف کشاورزی از ولایت قشقدری ازبکستان نه تنها با خشکسالی و بی‌حاصلی بلکه با تحقیر و لطوکوبی پیوسته خواهد ماند. ببارشی باعث سوختن 20 هکتار زمین گندمش شد. در نتیجه رحمت الله نتوانست نقشه دولتی را اجرا کند. مقامات برای جزا دادن کشاورز از میلیسه ها استفاده کردند. جهانگیر رجبوف برای کمبودی گندم مرا به نزدش دعوت کرده و لطوکوب کرد. بعد به نزد یک زمین دیگر برد و در آنجا نیز مرا زیر مشت و لگد گرفت. جهانگیر رجبوف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه قرشی است. دهقانان میگویند تقریبا همه آنها را لطوکوب کرده است. به عقل آنها این افسر میلیسه نه به زنان و نه به پیرانسالان رحم نمیکند. این سردار میلیسه همسال پسر من است ولی مرا در سر زمین و پس از آن در داخل بینای حکومت زد. 12 می رئیس ناحیه قرشی ما را به مجلس دعوت کرد. وقتی من آمدم مفتش چاراکول برویم زد. وقتی من آب خواستم جهانگیر رجبوف سردار میلیسه به سویم دوغ زد که چی من دیگر کار ندارم و مرا زیر مشت و لگد گرفت. بعد این مرا به شعبه کارهای داخلی ناحیه قرشی برد و یک شبانه روز به حبس گرفت. معمولا لطوکوب دهقانان برای اجرا نکردن نقشه دولت با رضایت مقامات صورت میگیرد. اساساً چنین بدرفتاری بعد از مجلس های رهبران ناحیه ها شروع می شود. من با او چیزی گفتم و در جواب برایم شپاتی زد. وقتی باز لبکو شدم دویم بار شپاتی زد. ما را تا حد لطوکوب و تحقیر میکنند که حتی نمیدونیم با کی مراجعه نماییم. در جلسه های ناحیوی ما را به جای های کموده میبرند و میزنند. در آنجا حتی رهبر ناحیه و پروکرور نیز هست. همین طور ما زندگی میکنیم و نمیدونیم به کجا شکایت بریم. جهانگیر رجبوف نخواست در این موضوع با خبرنگاری بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کند. سال جاری از خشکسالی نه تنها کشاورزان ازبکستان بلکه دهقانان کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز رنج میبرند. مشکلات کشاورزان قشقدری کمبود آب را پیچیده تر میکند. به این جویبارهای خشک شده نگاه کنید. تا امروز ما باید زمینهای پخته را یک بار آبیاری میکردیم اما تا به حال آب نیست. پیامدش چی می شود؟ حال ما را تباهتر از آنهایی میکند که نقشه دولتی را اجرا نکردند. مقامات ازبکستان کمبود گندم را در ولایت‌های جنوبی از حساب مصادره گندم برزیادی زمین‌های وادی فرغانه جبران میکنند. این معرکه نیز با لطوکوب کشاورزان جریان میگیرد.